سلام، خوش اومدید به این ویدیو. داخل این ویدیو قراره با نحوه ایجاد گروه داخل اپ ادیتور و تنظیمات گروه آشنا بشیم. قبل اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، لطف کنید و کانال منو سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید که با این کارتون از من حمایت میکنید و باعث میشه که من با انگیزه بیشتری براتون ویدیو بسازم. پس بدون معطلی بزن بریم. داخل پنل اپ ادیتور مثل ویدیوی قبلی روی ایجاد اپ جدید ضربه میزنیم و یه اسم برای اپمون انتخاب میکنیم و روی اوکی ضربه میزنیم. برای ایجاد یه صفحه جدید داخل پنل به قسمت پنل سمت راست مراجعه میکنیم و روی تب صفحات میریم و از این گزینه پایین صفحه جدید رو انتخاب میکنیم و یه اسم برای صفحه‌مون انتخاب میکنیم و روی اوکی ضربه میزنیم. داخل این صفحه تعدادی قالب بهمون پیشنهاد میده که شما میتونید از این قالب ها استفاده کنید و صفحتون رو از صفر طراحی نکنید، ولی چون ما میخوایم آموزش از صفر داشته باشیم من اینجا پایین روی بدون قالب ضربه میزنم تا از صفر خودم صفحه‌مو بسازم. داخل این صفحه همونطور که توی ویدیو قبلی گفتم داخل این پنل وسط جاییه که ما تنظیمات و المان هامون رو به صفحه اضافه میکنیم و اونا رو تنظیم میکنیم و داخل بخش سمت چپ داخل این شبیه ساز میتونیم تغییراتی که ایجاد کردیم و به صورت آنلاین ببینیم. قبل اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو یه نکته اینجا بگم که توی ویدیوهای قبلی یادم رفته بود بگم و این نکته اینه که اپ ادیتور یه اپلیکیشن ساز تحت وبه و شما میتونید اونو توی گوشیتونم باز کنید و داخل گوشیتون یه اپلیکیشن بسازید و این باعث میشه که اگه سیستم ندارید راحت بتونید با گوشی یه اپلیکیشن بسازید. داخل این صفحه روبروی اسم خونه که اسم صفحمون هست چند تا گزینه وجود داره که ما با این به علاوه کار داریم. وقتی که روی به علاوه بزنیم اینجا 4 تا گزینه بهمون نمایش میده که ما با بخش گروه کار داریم و تولبار تب و اسلاید رو میذاریم برای ویدیوی بعدی، چون گروه خیلی مهمتره و برای همین یه ویدیوی جداگونه براش اختصاص دادم. روی گروه ضربه میزنیم و اینجا تنظیمات گروه برامون باز میشه. این نکته رو بگم که هر صفحه داخل اپ ادیتور باید یه گروه اصلی همونطور که اینجا نوشته داشته باشه و بقیه المان هایی که به صفحه اضافه میکنیم باید زیر گروه این گروه اصلی باشه و نمیشه که برای مثال چند تا گروه اصلی زیر مجموعه خونه باز کرد، چون این باعث میشه که یه دونه از گروه اصلی هامون فقط نمایش داده بشه و بقیه عملاً بی اثر باشه و نمایش داده نشه. برای همین و برای اینکه ما تنظیمات بیشتری ببینیم و بهتر متوجه بشیم من این گروه اصلی رو خودم تنظیم میکنم و یه گروه دیگه داخل این گروه ایجاد میکنیم و تنظیمات اون رو انجام میدیم. خب من این گروه رو ساختم و پس زمینش هم سفید کردم. وقتی که اینجا روی به علاوه بزنیم اینجا تمامی آیتم هایی که میتونیم به این گروه اضافه کنیم برامون نمایش داده میشه. برای همین توی قسمت به علاوه بالا ما این همه آیتم ندیدیم به خاطر همون نکته‌ای که بهتون گفتم و فقط یه گروه میتونیم ایجاد کنیم و اون 3 تا گزینه دیگه و بقیه بخش ها رو باید زیر گروه اصلی ایجاد کنیم. اینجا من روی گروه ضربه میزنم و قرار این گروهمون رو با هم ویرایش کنیم. قسمت اول نوع چیدمانه که میتونید عمودی، افقی، لایه‌ای یا جدول انتخاب کنید. برای اینکه این گزینه‌ها رو بهتر متوجه بشید من چند تا دکمه داخل این گروه ایجاد میکنم که با نحوه ساخت دکمه هم توی ویدیوهای آینده آشنا میشیم. من 2 تا دکمه داخل این گروهمون ایجاد کردم که تنظیمات این گروه رو بهتر متوجه بشیم. وقتی که نوع چیدمان رو روی عمودی قرار بدید این آیتم هایی که داخل گروهمون وجود داره به صورت عمودی زیر هم قرار میگیرن و اصطلاحاً به صورت ردیفی قرار دارن. تنظیمات این بخشم به این شکله که توی قسمت بعدی موقعیت آیتم ها رو میتونید انتخاب کنید که
راست باشه، وسط باشه یا سمت چپ باشه. این گزینه هم که اینجا می‌بینید صرفاً راست و چپی رو مشخص میکنه چون گروه ما عمودیه و صرفاً راست چپ و وسط رو میتونید انتخاب کنید و این گزینه پایین و وسطش هم برای نوع دیگه گروه ها کاربرد داره که من این وسط رو انتخاب میکنم. قسمت بعدی کشیدگی آیتم هاست که وقتی که این دکمه رو فعال کنید آیتماتون داخل گروه کل عرض گروه رو پر میکنن و کامل اندازه گروه هر چقدر باشه کل اون اندازه رو پر میکنن. قسمت بعدی اسکرول پذیره که شما میتونید تعیین کنید این گروهتون آیتمایی که داخلش وجود داره اگه تعداد زیاد شد و از صفحه خارج شد بشه این صفحه رو اسکرول کرد و آیتمای پایین رو دید یا نه، که اگه این گزینه فعال کنید و برای مثال من اینجا تعداد اینها رو زیاد کنم میبینید که آیتم هایی که اون پایین رفتن و وقتی که اسکرول کنم میبینید که این آیتم هایی که پایین وجود داره نمایش داده میشه برای ما و اگه این گزینه خاموش باشه اسکرول نمیشه و اون پایین نمیتونیم آیتم هایی که وجود داره رو ببینیم. اسکرول پذیر رو وقتی فعال میکنم چند تا آپشن دیگه هم اینجا اضافه میشه. قسمت بعدی نمایش اسکرول باره که وقتی این گزینه رو فعال کنیم و یه رنگ براش انتخاب کنیم از این گزینه هر رنگی دوست دارید میتونید انتخاب کنید. برای مثال من سفید انتخاب میکنم. وقتی که اینجا اسکرول کنیم میبینید که سمت چپ یه اسکرول بار اضافه شده و موقعیت اسکرولتون رو نمایش داده. قسمت بعدی نمایش دائمی اسکرول باره. وقتی که من اینجا اسکرول میکنم وقتی که اسکرول تموم میشه و دیگه اسکرول نمی کنم میبینید که این اسکرول بار محو میشه و دیگه نمایش داده نمیشه و وقتی که من این گزینه رو فعال کنم دائما اینجا هست و وقتی که من کاریم انجام ندم اینجا هست و میتونیم موقعیت اسکرولمون رو ببینیم. قسمت بعدی حرکت هوشمند اسکرول هست که وقتی که ما داخل صفحه با یه سرعتی صفحه رو اسکرول کنیم میبینید که وقتی که ما این صفحه رو اسکرول کنیم و با یه سرعتی رها کنیم با همون سرعت به اسکرولش ادامه میده و این ویژگی اسکرول هوشمنده. قسمت بعدی حفظ موقعیت اسکرول که اگه این گزینه رو فعال کنید شما هنگامی که اسکرول میکنید وقتی که با سرعت اسکرول کنید و رها کنید همونجا وای میسته و اگه این کارو نکنید برای مثال اگه با یه سرعتی بذارید من بهتون نشوندم اگه این گزینه غیر فعال باشه وقتی که ما اینجا اسکرول کنیم ببینید ادامه پیدا میکنه. برای مثال یه خورده فید میشه و کم کم سرعتش آهسته میشه تا اسکرول بیسته. قسمت بعدی لود همه آیتم ها قبل از نمایان شدنه که وقتی که شما آیتم های خیلی زیادی داخل گروهتون داشته باشید این گزینه به روون بودن صفحتون کمک میکنه و باعث میشه که لگ نداشته باشه اپلیکیشنتون. ترتیب تصادفی آیتم ها هم که فعال کنید میبینید که آیتم هایی که داخل گروهتون وجود داره به صورت تصادفی در هر جایی که ممکنه قرار میگیرن. برای مثال من یه دونه آیتمم برای مثال زرد میکنم و ذخیره رو میزنم میبینید که جاشون دائما تغییر میکنه و به صورت رندوم قرار میگیرن. قسمت بعدی افقیه که وقتی که این گزینه رو فعال کنید آیتماتون به صورت افقی قرار میگیرن و اگه من این کشیدگی آیتم قطع کنم میبینید که از این موقعیت آیتم ها میتونید اونا رو بیارید وسط یا بیارید پایین و کاربردش که بهتون گفتم به این شکله. تنظیمات این بخش هم دقیقا مثل تنظیمات گروه عمودیه و صرفا در راستای افقی این تنظیمات شما انجام میدید. قسمت بعدی قسمت لایه‌ایه که میاد و آیتم هایی که داخل گروه وجود داره به صورت لایه‌ای قرار میده. برای مثال من اینجا چند تا این لایه ها رو حذف کنم میبینید که اگه اینجا من برای مثال الان لایه آبی روی بقیه قرار داره و اگه من اینجا روی این چشم ضربه بزنم تا غیر فعال شه میبینید که لایه زرد زیرشه و به صورت لایه‌ای روی هم قرار میگیرن که برای مثال من اگه اندازه اینو بزرگتر کنم
میبینید که برای مثال الان لایه قرمز اومد. الان که میبینید رندوم هی عوض میشن به خاطری که ما این گزینه ترتیب تصادفی رو فعال کردیم. وقتی که این گزینه رو قطع کنیم، لایه‌ای نسبت به لایه‌های دیگه ارجحیت داره و بالاتر نشون داده میشه که داخل این بخش پایین‌تر باشه. برای مثال این زرد پایین‌تره و الان روی بقیه نمایش داده میشه و اگه من اینو بکشم با درگ اند دراپ و بین این دوتا قرار بدم، وسط این دوتا قرار میگیره و چون یه خورده اندازش بزرگتره، از این سمت راست و چپ این دکمه رویی بیرون میزنه. داخل قسمت موقعیت آیتم ها هم که میتونید همونطور که توی بخش قبلی دیدیم همه جا چون گروه لایه‌ایه از همه این گزینه ها استفاده کنید و باقی تنظیمات هم دقیقاً شبیه قسمت افقی و عمودیه. قسمت بعدی جدوله که وقتی فعالش کنید میبینید که به صورت جدول آیتمامون قرار میگیرن. این قسمت ها رو که باش کار نداریم و میایم تنظیمات جدیدی که برامون باز شده. قسمت اول جهت اسکروله که شما میتونید انتخاب کنید که آیتماتون وقتی زیاد شد، وقتی که به این شکل قرار بدیم، اگه جهت اسکرول عمودی باشه این آیتم ها زیر بقیه همین زیر همدیگه قرار میگیرن و اگه افقی انتخاب کنیم به صورت افقی قرار میگیرن و میتونیم اسکرول کنیم. شما میتونید توی قسمت بعدی تعداد ستون یا ردیف بسته به اینکه نوع افقی انتخاب کردید یا عمودی تعدادش رو اینجا تنظیم کنید. برای مثال وقتی من 3 تا انتخاب میکنم 3 تا آیتم در راستای افقی اینجوری زیر هم قرار میگیره. قسمت بعدی نسبت عرض به ارتفاع خانه هاست که شما میتونید از این گزینه نسبت عرض و به ارتفاعشون رو تنظیم کنید. برای مثال من اگه اینجا 2 انتخاب کنم میبینید که این قسمت ارتفاع 2 برابر عرض این آیتم ها میشه و همچنین اگه توی قسمت عمودی باشیم میبینید که طولش از عرضش 2 برابره. برای مثال اگه 3 بزنم میبینید که این طول بیشتر میشه باسم که اگه 1 بذارم چون نسبت 1 به 1 به شکل مربع نمایش داده میشه. توی قسمت بعدی فاصله خانه ها در راستای اسکروله. الان جهت اسکرولمون عمودیه، پس اگه این قسمت رو زیاد کنیم این فاصله بین این آیتم ها در راستای اسکرولمون اضافه میشه. قسمت بعدی فاصله خانه ها در راستای مخالفه که آیتم هایی که بغل هم قرار دارن به این شکل فاصله میگیرن از هم. و قسمت ترتیب تصادفی هم مثل قسمت های عمودی افقی و لایه‌ای هست و میتونید ازشون استفاده کنید. خب داخل این ویدیو انواع گروه ها رو یاد گرفتیم و دیدیم که چطور میشه داخل اپ ادیتور یه گروه ایجاد کرد. داخل قسمت بعدی میریم سراغ این تنظیماتی که اینجا قرار داره و این تنظیماتی که داخل اکثر آیتم ها وجود داره و یه طوری میشه گفت که این تنظیمات عمومیه که برای همه آیتم ها و ویجت هایی که شما اضافه میکنید وجود داره. امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.